بچه‌ها صبحتون بخیر. امروز دوشنبه 29 بهمن ماه، ساعت حدود 10:30. امروز صبح اومدیم برای ولاگ بازار دوشنبه توی شفت. ولاگو گرفتیم، داریم برمیگردیم. ما بریم بازار سنگر. الان می‌خوایم ولاگ رانندگی از شفت به سنگر رو بگیریم، از جاده سرابان بریم. صبح هم رانندگی از رشت به شفت، از جاده جیرنده میدان انتظام و فلکی رازی رو براتون گرفتیم. انشالله به زودی میذاریم، بعدش بازار رو میذاریم. بازار نصفه ها تو هوا ابری بود، نصفه ها بارونی شد. حالا شما حساب کنید ولاگ بازار جاتون خالی. بازار قشنگی بود، خود اجناس گرون هست. خب مردم چیکار کنن؟ نمیتونن خیار گوجه و سیب زمینی رو نخرن. قبلا ولاگشو گرفته بودم توی تابستون بود، باشه آخرای تابستون بودم زمستونیش هم بگیرم. شهر شفت از شهرستان شفت در واقع از جای دیدنی استانه، بکر مونده. بعد این تبلیغات نمیشه. یه خورده جاده‌هاش هم، جاده ییلاقیش هم کمتر میرسن. مثلا شما ییلاق ماسال و ییلاقات ماسال، دیلمان، اینا هم تبلیغات زیاد شده، هم جاده‌اش کم بهتره به نظرم. مثلا ییلاقات سیامزگی، شاهزاده ابراهیم، امامزاده اسحاق، اینا واقعا قشنگن. همشون جزء شفت حساب میشن. پنیر سیامزگی اصلی ترین سوغاتی اینجاست که همه میشناسنش. پنیرهای شبیه تامجری هست، بیشترش گوسفندی فکر کنم. من از یک دو تا پرسیدم اینجوریه، باز خودم اطلاعات دقیق‌تری ندارم. دوشنبه بازارش قشنگ بود، جاتون خالی. مردمش هم به نسبت بازارهای دیگه میرم خیلی خوش برخورد بودن. من نگی بد برخورد بودن، من منظور که نسبت به دوربین حس خوبی داشتم، بازم صحبت می‌کردم. جای دیگه خود مقاومت هم جاتون خالی. خلاصه الان می‌خوایم از جاده سرابان بریم به سنگر، ولاگ بارونی رو اونجا رو بگیریم. متاسفانه نگاه کردم دیدم چتر خونه جا گذاشتم، ولی خب دوربین ضد آب زیاد چیزی نیست، یکم شاید سخت باشه، ولی میگم اگه بازار شلوغ باشه میگیرم. البته باشه منظور فروشنده ها باشن، نه آدم ها. البته باشه جذابیت خاصی نداره. بعدش دیگه این بازار دوشنبه تخم مرغ توش زیاد بود. بازار تخم مرغ به نظر معروف بشه، ولی چون زمستونه یه خورده حجم تخم مرغ به نسبت اون ولاگ قبلی تابستون به نظرم طبیعیه، چون مرغا توی تابستون و بهار و حالا پاییز میرن بیرون، هوا هوا بهتره، دونای آبی شالیزاری مواد بهتری میخورن، میگم چیز تخم مرغ بیشتر بدن، کیفیتش هم بالاتر باشه، هم تعدادش. امروز کمتر بود ولی بازم زیاد بازم به چشم میومد. جالبه مثلا به نسبت حجم بازار تخم مرغ و جوجه و اینا به چشم میاد. جالبش اینه که بازارهای دیگه میرسید فروشنده ها میان، بومیا کم میان، ولی اینجا بومیا زیادن. یا مثلا من دیدم مثلا تو ویدیو میبینید که مثلا بومیا هر کدوم 2-3 تا مرغ گرفتن آوردن مثلا به اون فروشنده ها بفروشن، یعنی تولید کنندن. ولاگ رشت هم زیاد دیدم، رشتی ها آمدن بودن اینجا خرید کنن. خودم فاصلهش تا رشت 40 دقیقه همچین چیزی باید باشه. اگه سرعت 70-80 تا بری 40 دقیقه باشه. سریعشو بازارم باز نشستن میرن میگردم. من خودم هم بازار دوست داشتم، ولی واقعا با بازارش میکنم حالا هوا یادم عوض میشه، جذابه. پیشنهاد میکنم عید اگه خواستین بیان یا هر زمانی که به گیلان اومدین یکی از بازارها، یکی 2 تاشو برین، حالا هواش خوبه. قصد خرید نداری یا اون 2 تا پلاستیک دستت بازار برد، یعنی مثلا
مثلا امروز بوی هویج، واقعا یه سبزی تازه وسوسه میکنه خرید کنه. قبلا ولاگ رانندگی از رشت و به شفت و از جاده فومن هم گذاشته بودیم. اینجا الان مستقیم میره به جاده فومن رشت، سمت راست هم که میره توی جاده فومن سنگر سراوان جاده تهران. ما از این سمت میریم که زودتر برسیم. بازار از دست ندیم. انشالله که بازار باشه ما براتون ولاگ بگیم. حالا شده تو بارون روز چت نمیده خیس میشین، ولی خب ارزششو داره. یه تشکرم بکنم از عزیزانی که از ما حمایت میکنن، محبت دارن به ما، تذکر میدن، پیشنهاد میدن، کامنت میذارن. غالبا دوستشون داریم، اونایی هم که نمیذارن هم دوست داریم، اونا رو بیشتر دوست داریم. فکر کنم کانال ما نزدیک 2 سال داره کار میکنه. تو هر ولاگی سعی کردیم بهتر باشیم. دوستان مثلا نظر خواستن قیمت ها رو بپرسیم، ما سعی میکنیم تا جایی که راه داشته باشه برای فروشنده ها مزاحمت نباشه، معذب نشن، قیمت ها رو بپرسیم. چون خوشمون نمیاد مثلا کسی حس بد بگیره. بارا پیش اومده یارو پرسیده میگم چه فیلم میگیری، نمیدونم یا نه قیمت نمیگیری که برو، خودمون هم حس بد میگیریم، کل روز خراب میشه. چرا مثلا باعث شدیم آقا مثلا فکر می‌کنم کدوم سازمانی الان تو بلاگ ببینین متوجه میشه. یارو فکر می‌کنم من و تو مثلا در مدینه نمیدونم حالا کانال سیاسی یا چی باید بیا بازار فیلم بگیره، یا مثلا فکر کنم همینجوری باشه که مثلا میخواد قیمتا رو چه کنه، بگم قیمتا قابل کنترل نیست و فلان، قیمت اینجوریه. من همینجوری حسی هم داشته باشم مثلا قیمت نمیگن، معذب نشیم دیگران بهتر. این جاده هم یه خورده خطرناکه. اومدین رانندگی کنین چراغتون رو روشن کنین. من یادم دارم چراغتون رو روزهای بارونی سعی کنین روشن کنین، ماشینای جلوتر بتونن فاصله رو بهتر بفهمن، یا ماشینای جلوتون آینه هاشون بهتر دید داشته باشه، بخار داده باشه دید نداره، بهتر فاصله رو تشخیص بده. رعایتی که نمیدونیم نهار مواظب باشید، دیگران رعایت نمیکنن، شما رعایت کنید. از جای دیدنی این تو راه موزه میراث روستایی هستش. الان بریم بهتون نشون میدم، خیلی قشنگه. اون ببخشید دوباره توضیح میدم، ولاگ جداست، صبح توضیح دادم. یه مجموعیه که خونه‌های روستایی رو از جاهای مختلف استان جمع‌آوری کردن، دوباره همون حالت آوردن نصب کردن، یعنی چیزی رو نساختن، چیز اصلیه، فقط جمع‌آوری شده. بعد جلوی هر خونم یه آلبومی زده اون صاحب اون خونه که جمع‌آوری شده، اطلاعات راجع به سازه‌هاش، کدوم قسمت بود و اینا قشنگ توضیح داده. یه صبح تا ظهر دقیقاً شاید هم بیشتر وقتتون رو میگیره. واقعا حس قشنگیه. ما گیلان آشناشین با خونه‌های روستایی، خونه‌های شرق با غرب، کوهستانی با جلگه‌ای، اینا هم با هم فرق میکنه. حس خوب میگیره. پیشنهاد میکنم اگه برنامه‌تون هست پس بهار تابستون یا اوایل پاییز، یه خورده دلگیره به نظرم. اگه حالا شما میکنین شاخ و برگ نداره درختا، حالا عکاسی و ولاگری هم باشین، پیشنهاد نمیکنم الان برین. اگه که تو بارون باشه بازی حس متفاوته، ولی بهار باشه بارون باشه به نظرم خیلی جذابه. دریاچه خیلی قشنگه. میکنم حتما بهش سر بزنین، تو برنامه‌تون بذارین. بعد من با مدیرش یه بار صحبت کردم، مدیر که نبود اون قواتونیش بود، گفت که مثلا 2-3 روز در سال تعطیله، عاشورا تاسوعا و فکر کنم 22 بهمن هم چیزی، بقیه تعطیلات رو بازی ما هستیم. یعنی پیشنهاد میکنم سر بزنین.
جاده تهران هم فری میخوره، مثلا که راحتی خارج از رشت. شهر سنگر هم که جز شهرستان رشته. امامزاده هاشم جز یکی از روستاهای سنگره. جاده سنگر به سیاکل کامل نشده، این جاده کامل به سیاکل قرار وصل شه. سنگر به خاطر این معروفه که اولین شهر استان گیلان، اولین شهر رشته که از سمت تهران داری میره. اولین شهر استان گیلان از سمت دوشان. این معروفه که کسی که میخواد برن شرق گیلان مجبورن از سنگر برن، یا بهتره مجبور که مثلا بهتره که از سنگر برن، هم به کوچستان را داره هم از جاده سیاکل. یه جاده مثل همین آزادراه، بزرگراه، کمربندی، دقیقا نمیدونم چی میگن، قشنگ مستقیم به شرق وصل میشه بدون ترافیک. فقط مورد حادثه زیاده، واقعا تصادفات توش زیاده، تصادفات توش بدجور هم هست، یعنی کشته ایه. بعد سعی کن اونجا هم آروم بری، گوشه احتیاط کنین، واقعا دیگران رعایت نمی‌کنن. مثلا همین ما چون کادر درمانی حادثه ها رو زیاد میدونیم، مثلا نزدیکای عید بود یه خانواده آقا و خانوم و یه بچه کوچیک و یه خواهر خانوم و یه خواهر خانوم باردار هم بود، 8 ماهه بود، همشون با هم پرس شدن. کامیون نمیدونم زد بهشون، یه ماشین دیگه، اینا پراید بودن، یه ماشین دیگه با سرعت زده بود. این عکسشون می‌دیدین هیچ ازش نمونده. اون جاده رو حتما سعی کنین گوشه برای خودتون، چون سبقت‌های بدجور میگیرن، واقعا رعایت نمی‌کنن. ما نه مسافر، من بومی، مشکل ما بیشتر بومیه. مسافرم معمولا میترسن. 100% مسافر 20% رعایت نکنن، 30%. حداقل سرعت نمیرن، رعایت نمیرن، منظور که نمیدونن نه. بومیان متاسفانه سرعت میرن. همین شما اون جاده رو اگه میرین احتیاط کنین، حتما آروم برین، سعی کنین سبقت نگیرین. این برای آسس شریف یکم جلوتر فکر کنم بهش بهتون میگم، به سمت سد خاکی سقالکسار، تلفظش بود سخته، بهش میگن سقالکسار، اینجوری تلفظ لفظی، یعنی اسم املایش سقالکساره. دریاچه مانند سد خاکی اسمش، دریاچه مانند نزدیک رشته، جز جای دیدنیشه. پنجشنبه جمعه هم که میشه هوا خوب باشه، وسط هفته هم من رفتم، بعد روزا شلوغه مسافرا میان. این پنجشنبه جمعه بومیا میرن اونجا. ولاگ بارونیشو تو کانال گذاشتم، چند ثانیه صحبت نمی کنم، چند دقیقه صدای بارون و جاده و تابلوشو میبینین سقالکسار از اون بالای پل، سمت چپ میره به جیرنده و فلکه انتظام و همون فلکه رازی داشت، راهن و استادیوم سردار جنگل، اینا همه ما همین جاده هم. واسه همین جاده شلوغیه، به ولاگش دیده باشین جادهش یه بخش هنگ هم هست، همین احتیاط کنین اگه این وقت خواستین برین. رودبار 60 ببینم 165.
مجازش 95 تا است. بارون میزنه شما 75 80 تا واقعا نمیشه به ترمز اعتماد کرد. جاده و ترمز و لاستیک و اینا رو در نظر بگیریم 80 تا نظرم استفاده. برای خودم هم چند بار پیش اومده ترمز کار نکرد، زدیم پشت ماشین دیگه. آروم بوده ولی خب ترمز ABS اعتماد نمیشه. جاده اون سمتش به سمت انتهای سومنسرا اینا میرسه، میرم به آستارا. یعنی دیگه رشت و به رشت نرسیده، رشت رو دور میزنن بینن. دندانپزشکی دیلان اینجاست، لاکان شهر. برزل کیسارو برزل هشدار دادن یه دعوای قطبی، اونا نفهمیدیم اسمش چیه، قرار وارد ایران بشه، باز احتمال برف گرفتن. امروز دوشنبه است، سه‌شنبه کاهش دما هم دادن، بیرون سرده واقعا.
فضای بخاری اگه میاد پایین موقع خود سردان کم میکنه. بخار شیشه هم هست. شفت جاده جیرنده هم راه داره ولی خب اون ور شهرش در میاد، یعنی اگه خواستیم بریم امامزاده حساب و امامزاده چیز از اون ور بهتره، شهر رو خارج از شهر دور میزنه. اگه خود بافت شهرش کار داری باید از همین ور بریم نزدیکتر. از شب بلاگ آبشار سیامزگی امامزاده ابراهیم شاهزاده ابراهیم معروفه کانال گذاشتیم، تو پلیلیست شهر شفت هست. این سنگر هم بازار روزشو قبلا گذاشتیم، بازار دوشنبه گردش توش داخل سنگر هم گذاشتیم، رانندگی از چسفان به سنگر رو گذاشتیم، همشون تو پلیلیست براتون مرتب منظم گذاشتیم، راحت‌تر پیداشون کنیم. تو تب پلیلیست ها بریم همشون مشخص. تو بازارهای گیلان یه خورده ولاگای ما شرق نسبت به غرب بیشتره، یه خورده نزدیکتره به ما. حالا انشالله بهار تابستون سعی میکنیم بیشتر بریم به غرب. مشکلات و زندگی و سختی ها بود نتونستیم امسال خوب بریم، از آستاره و تالش اینا هم گذاشتیم ولی به نسبت اونور خب شاید یه سه گاوا رو میبینین سمت چپ مثلا میگم یهو میان وسط جاده، ببین بارونی هیچ کارش نمیتونه کنه. تو قشم رفته بودیم خانوم جالب بود، گفت فرودگاه تا خود قشم و درگان، گفت اگه روز به شتر بزنی مقصر تویی، ولی اگه شب به شتر بزنی مقصر اون صاحب شتر، ساربان میگن. یه مردی حالا هرکی مقصر باشه فایده. نمیشه ماشین زیاد میاد جلو. دوشنبه توی سنگر واقعا ترافیکه، من دیگه 2 بار شده اومدم گیر کردم، واقعا ترافیکه. یعنی مسیرتون باشه ماشین یکم دورتر بذارین تاکسی دو شهری بگیرید، چون جا پارک گیر نمیاد، واقعا گیر نمیاد. خود تنها شهرهای شهر دیگه ای نبود من بازار روز بخوام برم اینقدر گیر کنم، این ترافیک میشه. چون مرکز شهر بازارش، این شهر رو مثلا این سومسرا تو کلاچای یه خورده شروع شهره، یه خورده فومن هم خوبه، فومن هم یه خورده بافت اصلی شهر کم دوره، جا پارک میشه، راحت میشه دسترسی، از تو کمربندی راحت میشه رفت بهشون، خیلی خوبه. داخل شهر باشه شاید برای بومیا راحت تره، ولی باید بری خیلی نه جا پارک گیر میاد نه. سخت همه جوره. یک شنبه بازار رشت خیلی جالبه، تو مسکن مهره، اصلا یه جای باحالی، اصلا راحت با ماشین میتونی بری پارک کنی. یک شنبه بازارشو گذاشتیم تو کانال.
واقعا جمعه بازار هم داره داشت، اما پنجشنبه بازار طول شهر هم این داستان هست. خیلی بازارش بزرگه، خیلی ماشین میاد، خیلی پنجشنبه های خورده تایم خوبیه، همین خیلی شلوغ میشه، اصلا جاپار دیگه نمیاد، اونجا هم داستانه. شهرک صنعتی رشت دست راست قطرات چیز، قطرات با ماشینا قاطی شه دیگه درست تشخیص سخت میشه. چراغ که روشن باشه راحت میتونم ببینم، دیدن رو که میبینم، از اون که فاصله رو نمیشه تشخیص داد چون حالی خورده مثل مه میمونه. چراغ که روشن باشه متوجه میشه دوری یا نزدیک. اون میراسه 2 کیلومتر مونده. پنجشنبه جمعه من رفتم فیلم بگیرم، پنجشنبه جمعه یه مراسم لافندبازی یا طناب‌بازی با آقای از شفت میکنم میومد، داره میراث فرهنگی میذاره پنجشنبه جمعه. پنجشنبه گفت بعضی رو جمعه، ولی گفت تقریبا بهار تابستون هر روز همیشه بارون نباشه انجام میشه. جالبه. پارک جنگلی سراوان هم دست چپ ماست، قایق و چیز داره، عکساش از مرداب سبز رنگ داره، کلیپای کوتاه ازش میاد، دست چپ ماست. سمت رشت میخوایم بریم همین جاده رو میتونیم پیداش کنیم. پینتبال، همون قایق، فروشگاه، کافی شاپ، رستوران هم فکر کنم داشت با یه فضای زیاده چیز برای نشستن جنگلی و کامیونا که چراغ میدن تون تون، منظورش اینه که مأمور جلوتره به هم دیگه خبر میده. این چیزو من بیشتر توی جاده قدیم رشت رودبار دیدم، چون اونور من آزادگاه اصلی اجازه تردد ندارن، فقط ماشین سنگین ها میرن، قشنگ متوجه میشه یه چراغ میدن یعنی یه مأموری سر اون پیچ وایزاده. اتحاد دارم با هم. توضیح دادم که اما چرا آهنگ ایلکی بذارید، خدا کپی رایت اذیت میکنه. این سری آهنگا هست که فکر نمی‌کنی آهنگایی تو عروسی میخونن، فکر نمی‌کنی اون کپی رایت داشته باشه. خواننده‌اش خیلی کپی رایت گرفتن. حتما کانال زیاد کپی رایت داشته باشه پول که پول فدای سر پول که نمیده داشته باشه، کانال ممکنه بسته شه بخاطر اینکه دیگه مطالب شما جذابیت کاملش رو به خاطر آهنگاشه نه به خاطر مطلبه. ثابت کنید این ورودی موزه این دست راست مثلا می‌بینیم اون ساز چوبی داره، حتی تابلوی تیش بزرگی اصلا این نه بزرگتر بزن ببینم مردم. ساعت بازی زده 9 الی 16 ما بومیم نمیتونیم ببینیم، بزرگتر بزنیم. اصلا تابلو نداشت ساعت بازی اینجاست.
حرف اون سم میایین یه خورده یواش برین، بعد پل اینجا داره واقعا مشخص نیست. الان اینجا فری جدا میشه، دست راست میره قزوین و تهران، ما مستقیم میریم سنگر، کوچه اصفهان، آستانه یا همون سیاکل و اینا. الان یه سری کامینا اینجا کم میشن جاده خود البته ساعت 11:06 بودم 11:30 برسیم. سبقت میگم باورتون نمیشه چه وضعیه. دوربین نمیشه نشون دادم. این بارون دید ندارم. اینجا جدا شدن یه خورده جاده. ریل 8 به مشهده، قطار ریل قطار. میبینید روبرود جاده سیاکله، الان کامل نشده، نمیدونم چرا 2 سال همینجوری لفتش دادن. جلوتر باید یه جاده باریکی رو برید، همش هم ترافیکه، یعنی روز تعطیل واقعا ترافیکه. جاده تنگیه، 2 لاینه، یه لاین اومده واقعا چند مدرسه هم اونجا خطرناکه، جاده رو باید نمیتونه بازه، یعنی مستقیم شما میرید دیگه. سنگرم به خاطر این میگن که زمان روسا بود حمله کرده بودن، مثلا دفاع کنن اینجا سنگر گرفته بودن. اسم قبلش رو یادم رفت چی بود، همین به سنگر معروف شد. اون جایی که مردم سنگر میگرفتن. از این ماشینا همیشه دوری کنید. من یادم فیلم نمیگرفتم، هفته پیش بود داشتم میرفتم طرف چابکسر، سر دور برگردون نیسانو داشت برمیگشت، آهنش در رفته بود افتاده تو جاده، یه به کسی نخورده بود. هیچ چیزی نیست، من سر دور برگردون همینجور افتاده بود، یعنی اگه ماشین بود قشنگ میره تو شیشه. از اینا سعی کنین دوری کنین، سرعت بگیرین. چرا اجازه میدن همچین چیزی میاد، خیلی خطرناکه. جریمه‌شون هم میکنه، من دیدم رانندگی اینا نگه میداره. یه سری میان کامنت میذارن، من دیدم زیر پستشون، مردم نمیدونم محتاجن، نیازمندن، تو جون دیگران اصلا چیز شوخی برداری نیست. مثال میگم من برم خفگیری کنم که چه من نیازمندم، بازی با جون مردمه، تو خودت اون داخل هستی، احتمالی که به تو آسیب بزنه خیلی کمه. این بازی با جون دیگران، یه خانواده است، یه سرپرسته. ترمز بزنیم به تو شیشه، الان پای سرمون داره میاد بارون.
چیزی رو من قبول نمی‌کنم. جون دیگران رو به خطر بندازه که نیازمند مجبوری. اون جاده که گفتم میره به جاده اصلی سیاکت وصل میشه همون سمت.
محل سنگره. ببینید این تابلو داره سنگ هم داره. مایه‌های زینتی. یادم رو بگم این مایه‌های قرمز اینجا خیلی چیز داره، آتش نشانیش. مایه‌های قرمز اینجا خیلی استخر داره. مایه قرمز عید چیز خیلی از اینجا میاد. من دیدم از گاهی تبلیغات میکنن اینجا پرورشش میدن. این دو سه تا کبابی معروف هم داره، اسمشون رو یاد میکنم، میشه الماس بودن چیزی. این کباب متری میدن. کباب متری البته چیزش همون طرف رودبنو و کیاشر و دستک و معدنش اون سمتاست. برام میدن. حالا نمیدونم مخترع چی میگه، مبدع چی میگن، اونجا نمیدونم اونجاست یا نه، ولی اونجا خیلی زیاده. به نظر میاد همونجا باشه. وقتی یه چیز توی محل زیاده همون هلوش بود. امروز گوشت و قیمت گرفتیم کیلویی گوساله رو میگفت 480 تومان. روزخند کنم 700 همچه چیزی. پارک پیدا کنیم. تایم ما الان 11 و 20 دقیقه است. معمولا جا پارک میگیریم تو این بازار. یک هفته فکر کنم به جز پنجشنبه هفته پیش کلا گیلان تعطیل بود به خاطر برف. گفتم امروز 29 بهمن ماه، کل چیزو تعطیل کردن به خاطر مدیریت گاز و سرما و تعطیل کردن. کلا گیلان تعطیل بود. بازار محلیاش هم تعطیل بود دیگه. برف هم زده بود. ترافیک شروع شد. بتونیم زود بریم مرکز شهر. ما این ولاگو چی میگم اگه نه همجا تمامش میکنم که الکی تایمش زیاد نشه. به خاطر بازار هفتگی این مرکز شهر خیلی ترافیک میشه. این جا پارک هم شما الان اون سم میبینید جا پارک هست، به سر کوچه است. اونم سر کوچه است. مثلا جا پارک است. من ماشین ببرم خارج شهر بذارم یه سواری بگیرم بیام داخل شهر. چاره ای نیست. صنوبره تبریزی بازارش هم یه حالا خیلی برده بودن. الان دیگه تقریبا فصلشه تا بهمن ماه، چیز آخر فروردین هم چیز. خیلی چند سال تو گیلان مد شده. تو زمین برنج خوش میکنه اینو میکاره. خدا به صرفه تر بود. برنج تا ماه پیش کیلوی 80-90 تومان هم به زور ازت میخریدن. الان تو 2-3 هفته شده کیلوی 160 200 بین 160 تا 200 اونجوری بیشتر شد. اینا کشاورز خریدن خالی شد دستش. یهو قیمت رفت بالا. همین
زحمتش ارزش نداره واقعا. خیلی زحمت داره که آشنایی فامیلی اصلا بچه شمال باشی میفهمی که اصلا حرص و جوش آب و کارگرش هم دیگه نمیخواد. چه مایه‌ای تاریک. دفعه بازار رو من از اون ور شروع کردم، دفعه میخوام از این ور شروع کنم. بنده خدا ما جا پارک گیر بیاریم ماشین بتونیم پارک کنیم. البته یه جا میشه حمله با جرثقیل روی افتاده، جا پارک نیست. اینجوری این کلانتری مامورم وایساده. تقریبا این مرکز شهری، این میدون جلوتره مرکز شهره. من میرم دست راست اونجا شاید جا پارک پیدا کنم. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. ببخشید صحبت کردم، نیاز به توضیحات بود که اطلاعات خودمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. این هوای بارونی، لایک و کامنت و حمایت فراموشتون نشه. ما این ولاگا رو برای شما میگیریم، به عشق شما میریم ولاگ میگیریم. یه دیگه هم که فیلم باشه بعید میدونم اینجا جا پارک پیدا کنم. امیدوارم که خوشتون بیاد، روزتون هم بخیر باشه.